شهر به دروازه اوجی مایم همین جمع با اومد کجا بگرزنه ما آدمای عادی باشیم هم همه چی را میدونیم سوما میجقیم خودش میای اکا نه شما هم بیایین شما هم بیایین شما هم نمیکشید یه سیامایی کرده من شهردوز دوبای نیستن اینترنت کی با ماشین و قازان دفعه بیایی کنیم نلو کموی وقتش قطع سپاریدن داریم چک سپاریدن داریم با این چی گپه که ما را خیل میکنیتون روزش میبیاد ما یک تا خیمیه زنی میگویم و کل ما را نمیابیم ما شرایط ایچی شیدن دارد شرایطی ما در اگر زنی های شما آمده شی نبود یگان زنه که شما در شرایطی ما زندگی نمیکنه ایره نزدانیتون بیای جان همه کجا بگرزنه بیایتون همه بیا همین پیش حکومت باشه میریم پیش حکومت بجای کدن گیرد یگان کاری گناه نکردیم ما یگان کاری گناه نکردیم ما شهر به دروازه اوجی مایم همین جمع با اومد اون قباشه کنی که یک تا زورتون برومده کارخانه کنیتون اوده نکرد همه اوده پشت چه گردن اگه میکنو زنه که شتا شیده ما امروز اومده گوشتنده داشت بیاید جریمه کنه هر روز بیاید 60 تومون بگیرد همه چیز ما با ما سپریده شده این خریبه ما بغیر دو نان چیز دیگه خونه بوزم نمیکنیم ما دیدگی ما آدمایی که همین جده کار کرده رفتگی زن دارد تکشون به ماشینای خانه‌های فسان همش دیدیم صاحب کارو یگان تاش خانه زندگیش میبینی احوالش یک نموده من بارگی یک خیمیه نمیام که در خودم بزنم سال عمر دیدگی نبید در همه دنیا بچه را دادم من زور نرست اگر شبو خانم با که این ایمیز پر باشدم پنسان ایرو بچه را عقب خشی کنم سواد کامل داشت سواد دارد مبلغ ندارم مبلغ نپرسه بغیر دونون ما خونه لازم چینه خیال میکنیتون که شما فرزندای خودتونه به مبلغ میگذارونیتون ما آدمای عادی باشیم هم همه چی را میدونیم سوما میجقید بودکات میره و میخونه هیچ کی نداریم یردمان کنم کی میکنم کاش هزاری بند رفتی گیرم یعنی شب نسته به تصویر میزنه خدای قصد نم برم همین ده تنان میبریم خونه ماده با شکرانه الله میکنیم ای همون نان چی نکنه میگیم میریم یه کال داری باشه ای مردم قرض میکنیم ای کاروان 10,000 20,000 قرض بار میاریم این بارای ما را دیده شما چی خیال میکنی تو این همه ماشین های فسان ای همون کس این همه ماشین های این همه خطی آمدگی های این همه ماشین ها خطی آمدگی های فقط این شرطوز خیال میکنه که روسیه دوبای میکنه اینجا در گیجا نمیدروی اینجا حکومت رفتیم اکا
خودش میای آقا. نه شما هم بیاین شما هم بیاین شما هم نمیکشن یه سویامایی کردم زدگیم نمیکشن давлати хатлон сардори раёсати андоз аз мақомаш барканор гардид. Нурзода Ҷумахонро дар ин вазифа Соҳиб Раҷабов иваз кард. Сабаби барканории Нурзода расман тавзеҳ додан нашудааст, вале ҳафтаномаи СССР навиштааст ки ӯро барои эътирози тоҷирон дар шаҳри Туз аз кор озод намуданд.